به نام خالق زیبایی ها عرض ادب و احترام دارم خدمت شما همراهان عزیز آکادمی آراد گلد. با شما هستیم با یک جلسه دیگه از دوره کسب درآمد از طلای آنلاین. ما توی جلسه قبل به صورت کامل در رابطه با چارت فراز خدمتتون توضیحاتی رو دادیم. خب در این جلسه میخوایم ببینیم که معنای خط بر روی چارت معاملاتی چیه. برای ورود به یک معامله توی بازار طلای آنلاین در حال حاضر حداقل سرمایه اولیه یک واحده که برابر میشه با 1,300,000 تومان و ممکنه بیشتر باشه، ممکنه هم کمتر، و به ما اجازه معامله 100 گرم طلا رو میده. یعنی شما باید 1,300,000 تومان حتما توی حسابتون باشه تا بتونید وارد معامله بشید و همینقدر سرمایه هم کفایت میکنه. و اینکه قرار نیست شما هر دفعه این مقدار سرمایه رو به حساب کاربریتون اضافه کنید، چون با همین مقدار سرمایه ناچیز وارد کار میتونید بشید و هر روز سود خودتون رو برداشت کنید. و اگه سرمایه کمتر از 1,300,000 تومان تو حسابتون باشه اجازه معامله به شما نمیدن و حتما باید 1,300,000 تومان توی حسابتون باشه. خب ببینید، با یک واحد سرمایه 1,300,000 تومان شما وارد هر معامله که بشید، اگر یک خط نمودار به سمت بالا حرکت کنه و معامله رو درست تحلیل کرده باشید، اون یک خط برابر میشه با 23,000 تومان سود یا ضرر. پس شما به ازای هر یک خط 23,000 تومان سود میکنید و 10 خطش هم میشه 230,000 تومان سود یا ضرر. حالا فرقی نداره. پس با سرمایه حداقل یک واحد یعنی همون 1,300,000 تومان هر معادله خط میشه برابر با 23,000 تومان سود یا ضرر. خب مثلا اگه شما 2 خط سود کنید، 2 تا 23,000 تومان میشه 46,000 تومان و اگر 3 تا خط باشه میشه 3 تا 23,000 تومان یا همون 69,000 تومان. 10 خط میشه 230,000 تومان و غیره. خیلی خوب، حالا شما اگه با 2 واحد سرمایه یعنی 2 تا 1,300,000 تومان که میشه 2,600,000 تومان سرمایه اولیه وارد معامله بشید، خب شما با 2 واحد سرمایه وارد معامله شدید دیگه. با 2 واحد سرمایه هر خط دیگه 23,000 تومان نیست، هر خط سود شما هم 2 برابر میشه، یعنی میشه 46,000 تومان و یا حتی ضرر هر خط، ضرر شما معادل 46,000 تومان میشه. یعنی چون که سرمایه شما از یک واحد شده 2 واحد، هر یک خط از 23,000 تومان 2 برابر میشه 46,000 تومان. حالا چه سودش چه ضررش کاملا مشخصه. فعلا شما اول اینکه بیشتر از یک واحد اجازه ندارید وارد معامله بشید و از نظر من کار اشتباهیه که بیشتر از یک واحد وارد معامله بشید، یعنی همون 1,300,000 تومان. ولی خب این یک مثاله برای اینکه شما ببینید که اگر واحد سرمایه اولیتون رو بیشتر کنید و با واحدهای بیشتری وارد معامله بشید، هر خط معادل چقدر میشه. اگر سرمایه اولیه شما 10 واحد باشه یعنی سرمایه اولیتون چقدر میشه؟ 10 تا 1,300,000 تومان یا همون 13 میلیون تومان سرمایه اولیه و هر یک خط شما دیگه 23,000 تومان نمیشه. هر خط سود شما برابر میشه با 230,000 تومان یا ضررتون میشه 230,000 تومان. به همین سادگی. خدمتتون عرض کردم که شما با یک واحد سرمایه بیشتر اجازه ندارید که وارد یک معامله بشید تا اینکه ریسک خودتون رو به حداقل برسونید به دور از طمع. شما با 1,300,000 تومان سرمایه اولیه میتونید توی روز 500,000 تومان تا 2,000,000 تومان، 3,000,000 تومان و حتی بیشتر هم کسب سود کنید. ولی خب ما با همین سودها اکتفا میکنیم و با سرمایه بیشتری وارد معامله نمیشیم و هر روز سودمون رو برداشت میکنیم. خیلی خب، بریم چارت معاملاتی رو بیاریم. میخوایم ببینیم چطور باید روی چارت سود و ضرر خودمون رو محاسبه کنیم. به عنوان مثال اینجا وارد معامله خرید شدید و تا اینجا از معامله خارج میشید.
میخوایم ببینیم فاصله این چند خطه و کلا ما چقدر سود کردیم. برای اینکه ببینید خط بین این دو تا نقطه فاصلش چقدره، سمت چپ از این خطکش استفاده میکنیم. شما خطکش رو میذارید اینجا، یک کلیک چپ میکنید، میارید تا بالا و اینجا یه بار دیگه کلیک چپ میکنید و فاصله مظنه رو به ما نشون میده. گفته که الان اختلاف این دو تا مظنه چقدره و ما در اینجا 3 رقم آخر رو حذف میکنیم و این عدد تعداد خط و یا همون فاصله رو به ما نشون میده. به این طریق ما تونستیم بفهمیم که از اینجا تا اینجا چند خط ما سود کردیم و این عدد رو ضرب در 23000 تومان میکنیم، میشه مقدار سود یا ضرر ما. این هم معنی خطوط که یک مبحث بسیار مهمیه. و یک مثال دیگه ای بزنم، مثلا اینجا ما وارد معامله فروش بشیم تا اینجا. خب ما اگه اینجا وارد معامله فروش بشیم، چارت ریخته، پس درست تحلیل کردیم و سود کردیم. ولی اگه تحلیل ما درست نبود و چارت به سمت بالا حرکت کرد، دچار ضرر خواهیم شد. ولی اینقدر تعداد سودهامون بیشتره که اصلا ضررها به چشممون نمیاد و ضرر ذات بازاره. خب ما یک مبحثی داریم دوستان به نام مبحث کال مارجین. احتمالاً حالا ممکنه توی بازارهای دیگه شما اسمش رو شنیده باشید. مبحث کال مارجین یعنی ضرر بیشتر از 55 خط و از بین رفتن کل سرمایه. ببینید شما اگه با یک واحد سرمایه وارد معامله بشید، مثلا شما اگر تحلیل کاملا اشتباه انجام بدین و به صورت کاملا غیر حرفه‌ای و حد ضرر هم نذاشته باشین، با اون 1,300,000 تومان سرمایه اولیه که وارد معامله شدید 55 خط ضرر کنید، یعنی 55 خط چارتتون خلاف تحلیل شما حرکت کنه، 55 تا 23,000 تومان میشه 1,265,000 تومان. شما اگه از اون 1,300,000 تومانی که وارد کردید حدود 55 خط یعنی 1,265,000 تومان ضرر کنید، بیشتر اون ضرر کردید. کل 1,300,000 تومانتون رو از دست میدید و در اصطلاح بهش میگن کال مارجین. و از دست دادن کل سرمایه اولیه یعنی 1,300,000 تومان که من اینجا هم نوشتم، شما با قرار دادن حد ضرر و مدیریت سرمایه جلوی این اتفاق رو خواهید گرفت. ولی کسایی که اصلا هیچ آموزشی ندیدن بدون هیچ معلوماتی وارد بازار میشن. پس این هم از این مورد. اگه شما تحلیلتون اشتباه باشه، من روی چارت برای شما نشون بدم. اینجا به عنوان مثال شما اینجا وارد معامله خرید میشید، یعنی پیش بینی میکنید که قرار چارت افزایش قیمت داشته باشه، ولی خب برخلاف میلتون و تحلیلاتون چارت میریزه. خب ما یه چیز داریم به نام حد ضرر و اینجا قرار میدیم. از اینجا تا اینجا وقتی چارت بریزه نهایت برای شما میشه حدوداً 10-12 تا خط. خب حالا ما میگیم یک نفر غیر حرفه‌ای باشه و خیلی ناشیانه بیاد حد ضرر رو نذاره. از اینجا ببینید 55 خط چقدر زیاد میشه. 55 خط میشه از اینجا تا اینجا. شما اگه این اندازه ضرر کنید تقریبا 55 خط میشه، یعنی اگه حد ضرر نذارید تا اینجا و حتی پایینتر چارت ریزش کنه، شما کلا سرمایه‌تون رو از دست میدید. بسیار خوب، بریم ببینیم تایم رسمی و غیر رسمی بازار چیه که البته من توی بخش مقدمه هم یه اشاره‌ای بهش کردم. بازار معاملاتی طلای داخلی از ساعت 10 صبح تا 7 بعد از ظهر کل فعالیتشه که حدوداً 9 ساعت میشه. حالا از این 9 ساعت ما یه تایم طلایی داریم که بهترین تایم برای انجام معامله هست که بهش میگیم تایم رسمی. خب یک تایم هم داریم که میشه گفت غیر طلایی یا غیر رسمی که زیاد تایم مناسبی نیست برای معامله. تایم کلی بازار ساعت 10 صبح تا 7 غروبه و تایم رسمی بازار و مناسب جهت معامله که شما بهتر وارد معامله بشید
توی این بازه هست، یعنی ساعت 11 صبح تا 4 بعد از ظهر، یعنی 5 ساعت ما تایم طلایی بازار داریم. پس ما هم پیشنهاد میکنیم که شما برای ورود به معامله ساعت 11 صبح تا 4 عصر وارد معامله بشید و خب سودتون رو هم از این بازار خارج کنید. خب حالا چرا تایم 11 صبح تا 4 بعد از ظهر توی این بازه تایم مناسب تریه برای ورود به معامله؟ چون که توی این بازه زمانی نوسانات خیلی منطقی تره و استراتژی ها که پیاده سازی میکنیم خیلی بهتر جواب میده و در نهایت میتونید سود بهتری رو از این بازار دریافت کنید. مابقی تایم غیر رسمی یعنی 10 صبح تا 11 صبح و از اون طرف از 4 بعد از ظهر تا 7 غروب تایم غیر رسمی به حساب میاد. نه اینکه شما نباید تو این تایم معامله کنید، بهتره که تایم رسمی بازار معامله کنید. و خب این هم گفتم که تایم رسمی برای انجام معاملات بهتره و از استراتژی ها پیروی میکنه و روند منطقی تری داره. و این نکته خیلی مهمه، در انتهای تایم بازار یعنی 6 تا 7 خب یعنی 1 ساعت آخر بازار معامله انجام ندید، چون که بازار داره بسته میشه، یک سری حرکات نوسانی شدیدی داره که حالا همیشگی هم نیست بعضی مواقع، ولی خب معمولا یک سری حرکات نوسانی شدیدی داره که از هیچ استراتژی پیروی نمیکنه و ریسکش خیلی بالاست. پس ما اولویت اونو میذاریم بین ساعت 11 صبح تا 4 بعد از ظهر. حالا اگر خارج از اینها هم خواستیم وارد معامله بشیم هیچ ایرادی نداره، در واقع با مدیریت و احتیاط. ولی خب ساعت 6 بعد از ظهر تا 7 غروب ما به هیچ عنوان توصیه نمی کنیم که شما هیچ معامله رو انجام بدید و یا اینکه اگر داخل معامله بودید تا قبل از انتهای تایم بازار یعنی همون 6 تا 7 از معامله خارج بشید. اگر ما یک معامله رو باز داشتیم، به عنوان مثال ما معاملمون بازه، معامله خرید یا فروش، خب انتهای تایم بازار هم هست، ولی خب چی میشه؟ اتاق معاملاتی در پایان تایم بازار به صورت خودکار اون معامله رو میبنده، چه با سود چه با ضرر. بنابراین تا قبل از ساعت 7 باید تکلیف معامله مشخص بشه. یعنی الان اینجا شما ببینید مثلا انتهای روز بوده، اینجا من وارد معامله خرید شدم به سمت بالا و حد سود و ضرر هم نذاشتم. این چارت رفته بالای این ساعت 6، اینجا 6 و 10 دقیقه، 6 و 20 دقیقه تا اینجا به صورت خودکار ساعت 7 بعد از ظهر خود بازار معامله رو میبنده. یعنی از اینجا تا اینجا میشه معامله شما. این معامله به صورت خودکار بسته میشه، حالا چه توی سود باشین چه توی ضرر. پس بهتره قبل از اینکه تایم رسمی بازار تموم بشه خودتون از معامله خارج بشید. بسیار خوب، ما تو این جلسه معنای خط رو بهتون گفتیم، محاسبه کردن سود و ضررمون با واحدهای مختلف سرمایه رو گفتیم که واحد سرمایه چیه، در رابطه با نحوه محاسبه سود و ضرر بهتون توضیح دادیم و خب در انتها اومدیم در رابطه با تایم رسمی و غیر رسمی بازار و بهترین تایم برای معامله و فعالیت تو بازار طلای آب شده خدمتتون توضیح دادیم. انشالله جلسه بعد میریم روند شروع معاملاتمون رو آغاز میکنیم و ببینیم انجام یک معامله توی بازار طلا به چه معنیه و انشالله آموزش های جذاب خودمون رو پیش خواهیم برد. تا جلسه بعد، خدا یار و نگهدار شما.